درود، من مامان میترا هستم و رئیس کمیته یوگای شهرستان رامیان. میخوام امروز مقدمه‌ای بر پرانایاما داشته باشم یا همون حرکات تنفسی. پرانا رو کنترل تنفس تعریف کردن. پرانا انرژی حیاتی و یا انرژی هست که تمام جهان هستی رو احاطه کرده. حیوان و انسان پرانا رو از طریق تنفس به بدن خودش جذب میکنه. هدف نهایی از انجام این تمرین‌های تنفسی دستیابی به کنترل جریان پرانا در بدن هست. یوگی‌های قدیم در جنگل زندگی می‌کردند و دور از هیاهوی زندگی انسان‌ها به مطالعه دقیق حیوانات وحشی می‌پرداختند. آنها دریافتند که حیواناتی که تعداد تنفس آنها کم است مانند مار، فیل، لاک‌پشت عمر طولانی تری دارند. حیواناتی که با سرعت نفس می‌کشند مانند پرندگان، سگ، خرگوش عمر کوتاه‌تری دارند. از این رو آنها به این نتیجه رسیدن که تنفس کند و عمیق بر طول عمر انسان اهمیت زیادی دارد. عمل تنفس ارتباط مستقیمی با قلب داره. تنفس کند ضربان قلب رو کند میکنه. وقتی که ضربان قلب کند باشد عمر انسان افزایش می‌یابد. و به عنوان مثال قلب موش دقیقی 100 ضربان دارد و عمر موش کوتاه است، اما قلب نهنگ در هر دقیقه 16 بار می‌تپد و حدود 25 سال عمر می‌کند. نکات اصلی برای تمرین کننده ها: تنفس باید همیشه از سوراخ بینی انجام شود مگر اینکه به منظور خاصی از دهان استفاده شود. سوراخ‌های بینی باید به طور منظم تمیز باشند. در طول انجام تمرین‌ها نسبت به سوراخ‌های بینی آگاهی داشته باشید. موقع دم سوراخ‌های بینی باید منبسط شوند و هنگام بازدم در وضعیت طبیعی باشند. زمان تمرین کی باشه؟ بهترین زمان برای تمرین صبح زود است که بدن تازه و ذهن آرام است. اگر از این زمان مقدور نبود قبل از خواب هم میتوانیم تمرین تنفسی انجام دهیم. و مکان تمرین باید کجا باشه؟ مکان تمرین باید تمیز، پاک و آرام باشد. اتاقی باشه که هوای غبارآلود داخلش نباشه. به طور کلی از تمرین زیر نور مستقیم خورشید هم اجتناب کنید و مگر اینکه بزنس‌های صبح زود باشه و موقع طلوع خورشید باشه که برای بدن هم مفید است. تمرین در هوای سرد یا کثیف و آلوده و زیر پنکه و کولر هم مناسب نیست چون ممکنه باعث سرماخوردگی بشه. وضعیت‌های نشستن در تمرین‌های تنفسی میتونیم در حالت مراقبه باشیم، در حالت نشسته باشیم، خوابیده باشیم. اون بسته به تمرینی که میخوایم انجام بدیم. لباس تمرین باید چطور باشه؟ لباس تمرین باید لباس گشاد باشه، از جنس پشم باشه یا کتان استفاده کنید. و حمام هم که نظافت حمام باید همیشه نیم ساعت یا 1 ساعت بعد از تمرین از دوش گرفتن خودداری کنید، زیرا حرارت بدن بعد از تمرین برای حمام کردن مناسب نیست. شکم هم بعد از صرف غذا 3 الی 4 ساعت باید صبر کنید. دیگه من خسته شدم، برای همین هی توپق میزنم. یه سابسکرایب کن، یه لایک کن، یه عشق بده، کامنت بذار اگه تا اینجا دوست داشتی. مرسی از شما. و یک نکته مهم راجع به تمرین تنفسی: ممنوعیت. موقع بیماری نباید تمرین تنفسی انجام بدیم مگر تمرین‌های ساده مانند آگاهی از تنفس و تنفس شکمی، آن هم در موقع شاواسانا. همیشه قبل از شروع تمرین‌ها درباره اون در مورد بیماریتون با معلم یوگاتون مشورت کنید. مصرف سیگار و تنباکو هم برای تمرین‌های تنفسی مضرن که باید ترک بشه.
درود بر شما. لایک و کامنت یادتون نره.